مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصده که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده یکی از اخبارهای جنجالی که حسابی این روزها در فضای مجازی وایرال شد و خیلی از دوستان هم این خبر رو برای من فرستاده بودن و گفتن که راجع به پشت پرده هاش صحبت بکن، که البته از این دست خبرها ما این روزها زیاد میشنویم. خبر چی بوده؟ این خبر بوده آگهی فروش ملک علی اکبر ولایتی، ملکی که ناقابل 180 میلیارد تومان ارزششه و کنار کاخ سعدآباد هستش و این آقای علی اکبر ولایتی در زمان بعد از انقلاب خیلی شیک و مجلسی این ملک رو کشید بالا و به اسم اموال مصادره‌ای مال خودش کرد و حالا این ملک 1000 متری در بهترین نقطه تهران، یا بهتر بگم یکی از بهترین مناطق تهران رو برداشته صاحب شد و بعد از اون هم حالا این ملک رو گذاشته برای فروش و عده‌ای معتقدن که علی اکبر ولایتی و دار و دستش دارن فرار میکنن از کشور و احساس خطر کردن و گویا این جنبش اعتراضی مردم داره به انقلاب نزدیکتر میشه، که خیلی از این مسئولین هم اگر نگاه بکنید به سایت‌های فروش املاک متوجه خواهید شد که یه سری از ملک‌های عجیب و غریب با قیمت‌های نجومی، یعنی قیمت‌های املاک داخل ایران قابل توجه مردمی که داخل ایران هستن، بعد بهشون بگم که از آلمان هم گرونتره. یعنی شما اگر ملکی در تهران یا کلان شهرهای ایران داشته باشید میتونید اون ملکتون رو بفروشید در بهترین، تکرار میکنم، در بهترین نقطه آلمان شما میتونید خونه بخرید، یه خونه مثلا 400-500 متری ویلایی، کنارش هم بهترین ماشین دنیا رو داشته باشید، مثلا بنز، بی ام و، پورشه، لامبورگینی یا هر چیز دیگه ای رو خیلی راحت میتونید داشته باشید. یه پولی هم بذارید تو بانک و تا آخر عمرتون راحت زندگی بکنید. الان ملکای توی ایران بولو بالای مثلا 100 میلیارد و 200 میلیارد، اصلا یه قیمتای عجیب و غریب و نمیدونم چی بگم راجبش، که برابری میکنه مثلا با کف لس آنجلس. گفتم اگه بفروشید میتونید توی آلمان بخرید. شما حساب بکنید یک ماشین 206 آشغالی که تو ایران خدا تومن پولشه، نمیدونم 300 میلیون 400 میلیون، حالا خیلی دوستان میگن 500 میلیون، شما تو آلمان میتونید یه 206 رو بخرید با مثلا با همون یورو 40 تومنیتون 20 میلیون تومن. ببینید چه جوری دارن تا دسته تو مردم فرو میکنن. از بحث اصلی خارج نشیم، اون هم ماجرای آگهی فروش ملک 180 میلیاردی گفتم دیگه، ناقابل علی اکبر ولایتی. علی اکبر ولایتی که به سلطان مشاغل ایران هم معروفه، 77 سالشه، به اندازه نصف ملت ایران شغل داره، از مشاور خامنه‌ای بگیر تا ریاست دانشگاه آزاد تا هزاران شغل دیگه، که اینجا یک لیست کوچیکی از شغل‌های آقای ولایتی رو می‌بینید، از هیئت امنه دانشگاه آزاد، مرکز تحقیقات استراتژیک تا برو بیمارستان اصلی دانشوری و انجمن حمایت از بیماران عفونی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت امنه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 37 تا شغل ایشون داره، که البته اینجا سنشون 72 سال اعلام کردن ولی خب ایشون 77 سالشه و البته اینجا تا سال 95 بوده دیگه، طبیعتا اون موقع حالا 72 و 37 شغلی که تا سال 95 براشون در نظر گرفته بودن. و جالبه که من موندم که ایشون چجوری میرسیده مثلا این 37 تا شغل رو مدیریت بکنه، یعنی روزی یه شغل رو بره سر بزنه و جمعه هم بره سر کار 7 روز کم میاره. اگه ما تازه 30 روز در نظر بگیریم، 31 روز در نظر بگیریم، 6 روز کم میاره. از این سر تهران بخوای بری اون سر تهران یه صبح تا شب طول میکشه. ایشون مثلا چجوری میتونسته همزمان مدیریت بکنه؟ به خاطر این هستش که امثال این علی اکبر ولایتی اینا بعد از انقلاب حسابی تونستن مفت پولو ببرن و حسابی چپاول بکنن. قبل از انقلاب شما توجه بکنید اکثر اون کسایی که ساواک گرفتشون، اکثر اون آخوندا، اکثر اون کسایی که بعد از انقلاب سمت داشتن، همشون بعد از انقلاب افتادن به چپاول و دلادزدی. چجوری میشه که امثال این آدم‌ها قبل انقلاب یه چوب کبریت هم نداشتن؟ میرید کتابای خاطراتشون رو میخونید، یا مثلا میگفتن
بابای علی اکبر ولایتی دو تا روایت وجود داره. یه روایت هست میگن باغبون بوده، یه روایت هست میگن معلم بوده. و چجوری میشه که مثلا با اون زندگی های حالا نرمال که اکثر مردم دارن بعد از انقلاب میلیاردر و تریلیاردر بشن و در بهترین نقاط تهران زندگی بکنن؟ انقلاب اگه واسه مردم نون نداشته واسه اینا داشته. اما این داستان ملک آقای علی اکبر ولایتی هم جالبه که یه مقدار راجع به پشت پرده ایشون هم به شما بگیم، شاید براتون جالب باشه. این ملکی که آقای علی اکبر ولایتی دست گذاشته روش، دو تا روایت مختلف وجود داره راجبش و صحبت میشه که حالا دو تا روایت رو من برای شما شرح میکنم که اصلا ایشون چجوری این ملک رو به اصطلاح خودمون بالا کشیده. ملکی که مصادره‌ای بوده که اصلا مال ایشون نبوده، جفت کاخ سعدآباد. یه دونه خبر رو چند وقت پیش خبرگزاری مال باشگاه خبرنگاران جوان زده بود که گفته بود که ماجرای خانه 1000 متری ولایتی. توضیح داده بود که آقای ولایتی چند وقت هستش شایعی شده، تو سال 95 هم این قضیه بود که ایشون خودش توضیح میده، ایشان حالا ما میگیم حالا بر اساس ادبیات عادی منه، وگرنه فکر نکنید که حالا من ارقی به این افراد دارم و اینا. خودش میگه ولایتی تو این مصاحبهش میگه سال 53 یه بلایی سر ما آوردن اون کسایی که مالک خونه بودن که مصمم شدیم به هر قیمتی که شده یه خونه بخریم. بالاخره ما 3 نفر شدیم و با کسی که زمینی داشت شریک شدیم، یک ساختمون 2 طبقه خریدیم. سال 53 ایشون میگه سال 53 ما یه ساختمون 2 طبقه خریدیم. ایشون هم متولد 4 تیر ماه 1324 و سال 53 یه خونه میخره. میگه که سال 60 یا 61 بنده مطب داشتم که مطبم رو فروختم چون انفجارات های منافقین پیش اومده بود و دیگه نمیتونستیم به مطب بریم. یه خونه کلنگی، ما توجه کنید، یه خونه کلنگی تو تجریش بوده که خریدیم. برای این خونه کلنگی 1,000,000 تومان از آقای عسکر اولادی که یکی از پولدارای بازار بوده و راجع به بازاری هم صحبت میکنیم وام گرفتم و به هر حال خونه رو خریدم. 1,000,000 وام گرفتم که خونه رو بخرم. یعنی شما حساب کنید این خونه کلنگیه چقدر دعوا و داغون بودی که با مثلا پولی هم خودشون داشتن 200-300,000 تومان، احتمالاً 500 تومان، اونجا هم 1,000,000 گرفتن، با 1,500,000 خونه رو خریدن. بعد میگه که آقای داغو که امام جمعه شمیرانات بوده اون زمان رئیس کمیته بود، به من گفتش که خانه شما امنیت نداره و مصلحت نیست شما اونجا باشید. کجا باید بریم؟ کاخ سعدآباد شده بود محل کمیته. کاخ سعدآباد محل کمیته بوده، آقای داغو هم رئیس کمیته بوده. میگه یه خونه ای هست نزدیک کمیته که متعلق به بنیاد شهیده، این بغله، مال مفت از دوران شاه کشیدیمش بالا، چپاولش کردیم و مصادرهش کردیم، یه قانونی هم در آوردیم که هر چی مال خانواده پهلوی بعد کشید بالا، بعد خورد و برد و هاپولی کرد. ما با آقای کروبی وارد مذاکره شدیم که این خونه رو با خونه قبلی معاوضه کنیم. اومدن خونه رو ارزیابی کردن 36,000,000 تومان و خانه بنیاد شهید رو ارزیابی کردن 51,000,000. یعنی چی؟ اون خونه ای که 1,000,000 از عسکر اولادی وام گرفته بودن، 1,500,000 یه خونه کلنگی بوده، درب و داغون بوده. خودش هم میگه دیگه، میگه که یه خونه کلنگی بوده. اینجا خودش میگه یه خونه کلنگی بوده. یک خونه کلنگی رو اون موقع با وام و 1000 تا اتفاق دیگه خریدن. بعد میگه اومدن خونه رو ارزیابی کردن 36,000,000 تومان. یعنی خونه کلنگی ها رو ارزیابی کردن 36,000,000 تومان. خونه بنیاد شهید، یعنی خونه ای که در بهترین محله تهرانه، بغل کاخ سعدآباد هست، رو 51,000,000 تومان ارزیابی کردن. یعنی تقریبا 40% بالاتر از اون خونه. مگه میشه یه خونه کلنگی در پایین شهر رو شما مثلا تفاوت قیمتشون الان که چه عرض بکنم، اون موقع هم 10 برابر بوده، بعد شما هم داری میگی با 1,000,000 تومان خریده بودی، چجوری این خونه 36,000,000 تومان ارزش گذاری شده بوده؟ اینجا دروغ اول در میاد. بعد میگه که سال 70 یا 71 بود که این معاوضه رو ما تونستیم انجام بدیم که مشکلات امنیتیش برطرف شد و 15,000,000 تومان ما باید سر میدادیم. 15,000,000
اون موقع شما با 15 میلیون میتونید یه شهر رو بخرید تو مثلا توی شهرهای مختلف. خیلی پول بود. حالا اینجا دارم میگم 15 میلیون و مدتی باید 700,000 تومان میدادیم. ماهی 700,000 تومان. یادمه 1386 حقوق کارمندهای صدا و سیما 500,000 تومان بود. 86 ها 1386 داره از سال 70 صحبت میکنه که ناقابل 700,000 تومان بعد ما قسط میدادیم که قربونش برم ایشون این 700,000 تومان هم نداد و این آقای کروبی که این همه شغل داره، آقای کروبی، آقای ولایتی که کروبی اومد افشاگری کرد، گفتش که آقا ایشون پول اون کاخ 1000 متریه رو نداده و هنوز بدهکار به بنیاد شهید. اون 15 میلیون رو هنوز از اون موقع نداده. ولایتی هم اومد گفتش که من راجع به این موضوعات با آقا حساب کتاب کردم. منظورش خامنه‌ای بوده. خامنه‌ای هم میدونه در جریان ما چجور پرداخت کردیم. خیلی شیک و مجلسی ایشون برداشت و این خونه 1000 متری کشید بالا که البته خودش داره میگه که این خونه رو 600 مترش در دسترسه، 400 مترشو کرده حسینیه، البته 200 متر بوده، بعد حسینیه رو توسعه داده کرده 400 متر. تو 600 متر هم خودش و 2 تا دختراش زندگی میکنن و خانواده بچه‌هاش که طبقه بالا دست اوناست، طبقه پایینم دست خودم بوده. خیلی ناقابل و مجلسی اومد این قضیه رو اینطوری حل و فصلش کرد. راجع بچه‌هاش اینا بعداً افشاگری خواهیم کرد. این کاخی هستش که چند تا فیلم هم اومد ازش بیرون و رفت جلو. اما این آقای ولایتی داستان این کاخش جالب و شنیدنیه که اصلا بدونید که اصلا این ماجرای این کاخ چی بوده که این آقای ولایتی به دست آورده. گفتم دیگه 2 تا روایت در خصوص آقای ولایتی وجود داره. این آقای ولایتی که توی ماجرای پرونده رستوران میکونوس برلین هم پروندهش هنوز باز هستش که سال 71 این اتفاق افتاد، حکمش رو گرفتن و توی ماجرای رستوران میکونوس که اگه برید سرچ بکنید میاد بسیاری از سران اپوزیسیون کرد رو اونجا ترور کردن که همین ترور هم باعث شده بود که روابط دیپلماتیک ایران با غرب و خصوصا اروپا بعد از این اتفاق هم خراب بشه. اما میگن که این ملکی که دست آقای علی اکبر ولایتیه، یه عده میگن که صاحب این ملک شخصی بوده به اسم آقای سادات تهرانی که از پولدارهای قبل از انقلاب بوده. از جالب بدونید از روحانیون هم بوده، یعنی روحانیان قبل از انقلاب که بعد از انقلاب اومده بودن گفته بودن که کسایی که مال اموالشون به نوعی وابسته و دلبسته به سیستم پهلوی بوده باید مصادره بشه و اومدن گفتن که پسر این آقای سادات تهرانی معاون وزیر اقتصاد و دارایی دوران پهلوی بوده، به خاطر همین ملک 1000 متری ایشون باید مصادره بشه. بعد از اون ایشون به هر در و دیواری که زد رفت کلی دست نوشته از روحانیون قوم گرفت، گفت آقا اینجوری نبوده، 1000 نفر آدم رو واسطه کرد، گفت من حتی کارهای خیریه کردم و کارهای اموالو کشیدم بالا، یه آبم روش و کسی هم پاسخگو نبود. و بعد از اون میدونید که این آقای سادات تهرانی، حالا شاید خیلیاتون ندونید، ایشون مدیر عامل کارخونه جوراب استارلایت بود که اون موقع این جوراب خیلی تو ایران معروف بود و خانوادهشون از تجار خیلی قوی ایران بودن و این کارخونه جوراب سازی رو هم داشتن. خلاصه کارخونه رو هم بنیاد مستضعفان میکشه بالا و میگه که این باید مصادره بشه. کارخونهشون رو هم هاپولی میکنن و میگن که اموال این کارخونه باید به مستضعفین برسه. بنابراین میان این کارخونه رو به یه شخص دیگه واگذار میکنن. سال 1367 میاد و اون شخصی که مالک این کارخونه بوده اختلاس میکنه. اختلاس از همون موقع ریشه در انقلاب داشته، از کشور فرار میکنه و کلی هم ضرر و زیان میزنه و این کارخونه عملا به معنای واقعی کلمه تعطیل میشه. البته خانواده سادات تهرانی به هر دری میزنن موفق نمیشن و خیلی از خانواده‌شون در حال حاضر در کالیفرنیا امریکا زندگی میکنن و حالا باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه یا حالا باید بگم متاسفانه دیگه
اموالشون رو کشیدن بالا، ولی خوشبختانه تونستن بیزنسمنای موفقی بشن توی امریکا. اما این خونه ماجراش به اینجا ختم نمیشه و داستان‌های جالبتر دیگه هم داره. عده دیگه معتقدن که این خونه قبل از حالا سادات تهرانی در اختیار ارتشبد نعمت الله نصیری بوده که ایشون رئیس ساواک بوده. حالا من بتونم اینجا هم نصیری رو به دست بیارم عکسشو. بله، این عکس آقای نعمت الله نصیری البته در زمان دستگیریه که سال 57 دستگیر میشه به عنوان رئیس ساواک و بعد از اون هم توسط صادق خلخالی اعدام میشه. حالا که راجع به خلخالی هم میگیم، خلاص همه چی در هم قاطیه. راجع به خلخالی هم تو این ویدیو خواهیم بود. میگفتن که علی اکبر ولایتی باغبون خونه این آقای ارتشبد نعمت الله نصیری بوده و موقعی که آقای ولایتی به یه سن و سالی میرسه، این آقای نصیری میاد بچه خودش رو به همراه علی اکبر ولایتی از سر دلسوزی از چیز دیگه میفرسته خارج از کشور، دانشگاه جانز هاپکینز، و اونجا درس بخونن و بعد از اون که آقای ولایتی برمیگرده توی ایران، این آقای نصیری رو لو میده و بعد از اون هم توسط صادق خلخالی اعدام میشه. نکته‌ای که وجود داره این هستش که میگن یه شباهت عجیب و غریبی بین بین آقای نعمت الله نصیری و آقای ولایتی وجود داره. انگار مثلا پدر و پسرن و یه عده حالا یه همچین برداشتایی هم میکنن که پدر ایشون شاید ایشون بوده، حالا یه چیزی اینا. به هر حال این صحبتایی که بوده این هم یه برداشت دیگه بوده در خصوص آقای ولایتی. یعنی شما شباهت رو ببینید لامصب، یعنی انگار خودشه مونه میزنه. حالا به هر حال این همه دلسوزی برای بچه باغبون خونتون که بفرستید خارج از کشور درس بخونه، این در نوع خودش هم عجیب و غریبه دیگه. آقای ولایتی میاد زیرا به ایشون رو میزنه و ایشون میگه جزء ساواک بوده و باعث میشه که آقای خلخالی بیاد و حکم اعدام رو صادر بکنه. این صادق خلخالیه. ببینید چهرش رو در زمانی که لباس روحانیت نداشته. اینم چهره خلخالیه. صادق خلخالی که رحم به هیچ کس نمی‌کرد، مرد و زن رو، هر کسی رو که میرسید به صورت گله‌ای و گتره‌ای همه رو اعدام میکرد، اعدام‌های دست جمعی، و حکم میداد، حکم تخریب کاخهای شاه در جاهای مختلف و حتی حکم تخریب تخت جمشید رو داده بود و جاهای مختلف رو. بسیاری از خلبان‌های ارتش رو اعدام کرد. خیانت‌های زیادی صورت گرفت. خلبان‌های ارتشی که اکثرشون دوره دیده‌های آمریکا بودن و میشد از علمشون استفاده کرد. بسیاری از افرادی که به هر حال تو حکومت قبلی آدم‌های باسواد و تحصیل کرده بودن، این آقای صادق خلخالی با حکم خمینی اومد و برای اینها اعدام صادر کرد. اعدام‌های عجیب و غریب و دست جمعی که حتی در کتاب خاطراتشون یه عده عنوان کرده بودن که خیلی از این افراد رو اعدام می‌کردن و بعد از اون خودشون یه چیزی رو می‌نوشتن و بعد از اعدام انگشت می‌زدن که اینها این اعترافات رو انجام دادن. بعد از اینکه اعدام اتفاق میفته پای چوبه دار این اتفاقات رو انجام دادن که بتونن برای خودشون پرونده سازی بکنن. بعد از اینکه خمینی فوت میکنه، صادق خلخالی هم از سمت خودش برکنار میشه. اما خب میگن دیگه این دنیا دار مکافاته و کارما هم به سراغ شما خواهد اومد. سال 1382 سرطان میگیره و فوت میکنه صادق خلخالی و جالب بدونید که دو تا از فرزندانش در حال حاضر مخالف سیستم حاکم بر جمهوری اسلامی هستن و دختر ایشون خصوصا مخالف شدید این حکومت هستش. حتی میگه نباید حجاب اجباری وجود داشته باشه و چند سال پیش هم از کشور خارج شد و در حال حاضر فکر میکنم در کشور هلند داره تدریس میکنه. منفوریت عجیب و غریبی صادق خلخالی البته بین
افراد مختلف دورشون بسیاری از نخبه ها رو اعدام کرد. یکی از پسرش هم همینطور که مخالف سرسخت چند بارم توسط دستگاه امنیتی بازداشت شده. البته یه پسر دیگه‌اش حسابی موافق این سیستم هستش. خلاصه حسابی عجیب و غریب شد از این ماجرای آگهی فروش ملک علی اکبر ولایتی رسیدیم به چه جاهایی که واقعا همینجوری تو در تو اگر بریم جلو پی خواهیم برد به عمق فساد در بین مدیران و افراد مختلفی که توی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به یه نون و نوایی رسیدن. بازم تکرار میکنم قبل از انقلاب اکثرشون یه چوب کبریت هم نداشتن، اما بعد از انقلاب به چه پولهایی که نرسیدن. حالا هم آقازاده هاشون و فاضلابزاده هاشون هستن که دارن تو مملکت چپاول میکنن و دارن هزار تا کثافتکاری انجام میدن. همین آقای علی اکبر ولایتی سمت‌های مختلفی رو هم توی سازمان ملل داشته و تو جای مختلف داشته و یکی از عوامل تاثیرگذار بوده که برجام به سرانجام نرسه و امضا نشه و تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع بشه. و بارها هم گفتم حالا که این شخص داره ملکش رو میفروشه گویا فرار خواهد کرد و رفت بخواد بره سمت ونزوئلا و جاهای دیگه برای ادامه زندگی، نکته مهمی که وجود داره اینه که این تحریم‌ها برای بچه‌های این افراد، برای آقازاده‌ها و فاضلابزاده‌ها سود داشته، به خاطر اینکه یک جنس، یک محصول به خاطر اینکه از دریچه قانونی وارد اون کشور بشه، طبیعتاً این گوشی اگر بخواد از دریچه قانونی مثل همه جای دنیا بیاد قیمتش مشخصه و با همه جای جهان ثابته، کسی نمیتونه بیشتر بفروشه. اما آقازاده‌های این افراد هستن با تیپ و ظاهر این که ما بچه فلانی هستیم، ما امین سیستم هستیم، ما قراردادها رو لو نمیدیم به سازمان‌هایی که تحریمتون کردن و ما خیلی شیک و مجلسی این اجناس رو وارد کشور میکنیم، تحریم ها رو دور میزنن و اجناس رو 8 برابر قیمت موجود در اختیار سیستم قرار میدن و عملا با دور زدن تحریم هاست که بچهای این افراد پولدار میشن و میلیونر میشن و میلیاردر و تریلیاردر میشن. پس اگر برجام امضا نشه امثال این آدما هستن که به پول و ثروت میرسن و از اون طرف مردمی هستن که زیر فقر و بدبختی و بیچارگی هر روز دارن له میشن و با این گرونی‌ها دارن دست و پنجه نرم میکنن. و نکته مهمتری هم که وجود داره این هستش که هر چقدر مردم فقیر و بی‌پول‌تر بشن، این امثال این آدم ها میتونن مدیریت بهتری روشون انجام بدن، چون ضعیفتر شدن و عملا قدرتی ندارن. و همه این پازل ها رو وقتی در کنار هم دیگه میذاریم متوجه میشیم که اینا هر روز دارن چه جوری و با چه سیاست کثیفی کشور رو چپاول میکنن. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بود. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.